سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم شیرجه بزنیم توی پودمان دوم کتابتون، یعنی دنیای هیجان انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات. قراره با هم سوالها و گفتگوهای این بخش رو بررسی کنیم تا کاملاً براتون جا بیفته. پس بیایید شروع کنیم. خب برای شروع بیاید یه لحظه چشمامون رو ببندیم و تصور کنیم دنیای بدون اینترنت. واقعاً چه شکلی میشد؟ چطوری با دوستامون در ارتباط بودیم؟ چطوری تحقیق میکردیم؟ یا حتی چطوری مسیرمون رو پیدا میکردیم؟ همین سوال ساده بهمون نشون میده که اینترنت چقدر عمیق توی تار و پود زندگی ما رفته. خیلی خوب، حالا بریم سراغ اصل مطلب. اول از همه باید ببینیم این کلمه فاوا که انقدر میشنویم اصلا یعنی چی؟ این کلمه کلید فهمیدن کل این پودمانه. اگه این رو خوب درک کنی، بقیه‌اش دیگه خیلی ساده میشه. خب، تعریف کتابی شکم شاید خشک به نظر بیاد، ولی بذارید ساده‌اش کنیم. فاوا مثل یه تیم فوتباله. شما انسان‌ها رو دارید که بازیکن‌ها هستند، سازوکار یا قوانین بازی رو دارید، ساختار یا همون استراتژی تیم رو دارید و ابزار که میشه توپ و دروازه. همه اینها باید با هم کار کنن تا یه تیم موفق بشه. فاوا هم دقیقاً همینه. ترکیبی از این 4 تا برای مدیریت اطلاعات. پس ببینید، فاوا 4 تا پایه اصلی داره. اول، انسان، یعنی خود من و شما که داریم از این تکنولوژی استفاده می‌کنیم. دوم، سازوکار، یعنی همون قوانین و مقررات، مثلا قوانینی که یه شبکه اجتماعی برای پست گذاشتن تعیین می‌کنه. سوم، ساختار، یعنی اون هدف و چهارچوب کلی، مثلا هدف یه اپلیکیشن چیه. و چهارم، ابزار، یعنی گوشی موبایل، کامپیوتر، اینترنت و غیره. این 4 تا مثل قطعات پازل کنار هم قرار میگیرن. حالا که با خود فاوا آشنا شدیم، وقتشه بریم سراغ بخش جذاب ماجرا. یعنی ببینیم این فناوری چه کاربردهای شگفت‌انگیزی داره و چطور دنیای مجازی رو برای ما ساخته. کتاب ازتون خواسته که در مورد 2 تا از مفهوم جدیدی که فاوا به وجود آورده صحبت کنید. ما اینجا 2 تا از جالب تریناش رو انتخاب کردیم. واقعیت افزوده یا AR و واقعیت مجازی یا VR. آماده اید که ببینیم چطور مرز بین دنیای واقعی و دیجیتال داره از بین میره؟ اول بریم سراغ واقعیت افزوده یا AR. اسمش شاید سخت باشه، ولی مفهومش خیلی ساده است. AR یعنی یه لایه دیجیتالی به دنیای واقعی اضافه کنیم. مثلا همون فیلترهای بامزه‌ای که توی اینستاگرام روی صورتتون میذارید، این دقیقاً واقعیت افزوده است. یا وقتی با اپلیکیشن‌های مسیریاب دوربین گوشی رو میگیرید سمت خیابون و جهت‌ها رو روی تصویر واقعی میبینید. یعنی دنیای واقعی سر جاشه، فقط یه سری اطلاعات دیجیتالی بهش اضافه شده. اما واقعیت مجازی یا VR یه داستان کاملا متفاوته. اینجا دیگه خبری از ترکیب شدن با دنیای واقعی نیست. شما یه هدست روی چشمهاتون میذارید و تمام. کاملا وارد یه دنیای 100% دیجیتالی میشید. فرق اصلیش با AR همینه. توی VR شما کاملا از محیط واقعی جدا میشید و مثلا میتونید توی یه بازی ویدیویی قدم بزنید یا پرواز با هواپیما رو شبیه سازی کنید. خیلی خب، حالا بیایم سراغ موضوعی که دیگه جزئی از زندگی روزمره هممون شده، شبکه‌های اجتماعی. و البته یه موضوع حیاتی که همیشه همراهشه، یعنی بحث امنیت. جالب بدونید که اینترنت از اول اینجوری نبوده. یه زمانی ما وب 1 رو داشتیم که اینترنت مثل یه کتابخونه بزرگ بود. شما فقط میتونستید برید و اطلاعات رو بخونید. یه خیابون یه طرفه بود. اما بعدش وب 2 از راه رسید و همه چیز رو عوض کرد. اینترنت تبدیل شد به یه فضای تعاملی، یه خیابون 2 طرفه. حالا دیگه ما میتونستیم محتوا تولید کنیم، کامنت بذاریم، عکس آپلود کنیم. در واقع کل مفهوم شبکه‌های اجتماعی بچه همین وب 2 هست. خب، کتاب اینجا یه سوال فوق‌العاده مهم ازتون پرسیده. اینکه به نظر شما خطرات و معایب شبکه‌های اجتماعی چیه؟ این فقط یه سوال برای نمره گرفتن نیست، یه چیزیه که باید هر روز بهش فکر کنیم تا بتونیم از خودمون محافظت کنیم. البته قبل از اینکه بریم سراغ خطرات، بیاین منصف باشیم. شبکه‌های اجتماعی کلی هم فایده دارن، مگه نه؟ بهمون کمک میکنن با دوستامون در ارتباط باشیم، کسب و کارهای کوچیک را بندازیم، کلی چیزهای جدید یاد بگیریم و از اخبار روز دنیا با خبر بشیم. اینها مزایای واقعاً بزرگی هستن.
اما روی دیگه سکه هم وجود داره. خطراتی مثل اینکه ندونسته اطلاعات شخصیمون رو فاش کنیم یا با حجم عظیمی از اطلاعات غلط و شایعات روبرو بشیم که تشخیص درست از غلط رو سخت میکنه. خطر دیگه‌ای به اسم مهندسی اجتماعی وجود داره، یعنی کلاهبردارها با استفاده از تکنیک‌های روانشناسی شما رو فریب میدن تا اطلاعاتتون رو لو بدید. و البته ویروس‌ها و بدافزارها که میتونن از طریق لینک‌های آلوده وارد سیستم شما بشن. پس باید همیشه هوشیار باشیم. این بحثا ما رو میرسونه به یه حوزه خیلی مهم دیگه. اینکه چطور فاوا کل دنیای کسب و کار رو با مفهومی به اسم دگردیسی دیجیتالی زیر و رو کرده. خب اینجا 2 تا مفهوم داریم که خیلی ها با هم قاطی میکنن. تجارت الکترونیکی خیلی ساده، یعنی خرید و فروش آنلاین. مثلا وقتی از یه فروشگاه اینترنتی خرید میکنید. اما کسب و کار الکترونیکی یه مفهوم خیلی گسترده تره. هر کاری که یه شرکت با ابزارهای دیجیتال انجام میده، از ایمیل زدن مشتری‌ها گرفته تا برگزاری جلسات آنلاین، همش جزئی از کسب و کار الکترونیکی حساب میشه، حتی اگه مستقیما پولی رد و بدل نشه. توی دنیای کسب و کار، هر محصولی یه چرخه عمر داره، مثل یه انسانه. اول توسعه پیدا میکنه، بعد به بازار معرفی میشه، دوره رشد و محبوبیتش شروع میشه، بعد به بلوغ میرسه و فروشش ثابت میشه و در نهایت هم دوره افول رو تجربه میکنه. حالا نقش فاوا اینجا چیه؟ شرکت‌ها با تحلیل داده‌ها میتونن بفهمن محصولشون دقیقاً کجای این چرخ است و استراتژی مناسب رو برای هر مرحله بچینن. و همه اینها ما رو میرسونه به مفهوم کلیدی دگردیسی دیجیتالی. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه فقط یه بخش کوچیک از کارمون رو آنلاین کنیم، بیایم کل مدل کسب و کارمون رو با ابزارهای دیجیتال از نو طراحی کنیم. بهترین مثالش تاکسی‌های اینترنتیه. اونها فقط تاکسی گرفتن رو آنلاین نکردن، کل فرایند از پیدا کردن راننده تا پرداخت و امتیازدهی رو متحول کردن. این یعنی یک دگردیسی واقعی. خب چه چیزی این دگردیسی رو ممکن میکنه؟ یکی از مهمترین موتورهای محرکش هوش مصنوعیه. سیستم‌هایی که میتونن مثل ما انسان‌ها فکر کنن، یاد بگیرن و تصمیم بگیرن. وقتی یه پلتفرم آنلاین بر اساس چیزهایی که قبلا دیدید بهتون فیلم یا آهنگ جدید پیشنهاد میده، این کار هوش مصنوعیه که سلیقه شما رو یاد گرفته. و موتور محرک قدرتمند بعدی اینترنت اشیا یا IoT هست. یعنی هر وسیله‌ای که فکرش رو بکنید، از یخچال خونه گرفته تا سنسورهای توی مزرعه کشاورزی، به اینترنت وصل بشه و بتونه داده ارسال و دریافت کنه. این یعنی ساختن یه دنیای هوشمند که در اون همه چیز و همه کس به هم متصل هستن و با هم حرف میزنن. و در نهایت میرسیم به چالش اصلی این پودمان برای شما. فکر کنید، چطور میتونید از این 2 ابزار فوق‌العاده قدرتمند، یعنی هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، توی رشته تحصیلی خودتون استفاده کنید تا یه محصول یا خدمت کاملا جدید خلق کنید؟ اگر رشته‌تون مثلا حسابداری، چه ابزار هوشمندی میتونید بسازید؟ اگه معماری میخونید، چطور میتونید از اینترنت اشیا برای ساختن خونه‌های هوشمند استفاده کنید؟ این سوال فقط یه تکلیف درسی نیست، یه دعوته برای اینکه شما آینده رو بسازید. آینده‌ای که با خلاقیت و دانش شما شکل میگیره.